امروز نظر داریم که مرغ درست کنیم، مرغ و برنج. حالا موادهایی که نیاز است برای یک مرغ و برنج خوشمزه بریم با هم ببینیم. ویژه گوجه لیت شده، پیاز، گشنیز، زردچوبه، نمک و فلفل سیاه و همچنین تعدادی از قسمت پایینی بالایی پای مرغ، قسمت بالای پای مرغ نیاز است و الان اینا رو میریزیم اینجا سرخش میکنیم. آره مرغای ما دیگه الان خب یک دیش قرمز رفته دیگه سرخ شدن و در بیاریم تا که خراب نره. خب مرحله سرخ کردن مرغ ما به پایان رسید. حالا پیاز اضافه میکنیم داخل روغن. پیاز میذاریم یک کمک طلایی شه، بعد ادامه رو میبینیم. حالا زعفرون ما آماده میکنیم. یه ذره زعفرون که رنگ و بوی عالی بگیره. پیاز ما الان قشنگ طلایی شد و الان ما میخوام زردچوبه اضافه کنیم به مقداری لازم. هویج اضافه میکنیم یکم تفت بخوره، سپس برنامه را میبینیم. خب هویج ما یکم نرم شدن، حالا اضافه میکنیم گوجه را. گوجه لیت شده، آره اینو مقلوب میکنیم. حالا موقع اضافه کردن روبه، نمک مقداری نیاز اضافه میکن، مقداری هم گشنیز خرد میکن میرزیم روش اینجوری، مقداری آب جوش. حالا دیگه مرغ اضافه میکنیم. آها این شد یک خورشت خوراک مرغ. و اینم مرغ اینجا. آن زعفران مرزه به خوردش. آره همینجوری که طعم و مزه عالی بگیره. درش میبندیم و تا کامل بپزه. تا بینم برنج بسمتی ما میخوایم یک برنج درست کنیم به مرغ و برنج ها. برنج ما میخوام بگذارمش. خب روغن میرزیم داخل قابلمه. نظر داریم که دمپختی رشته درست کنیم. خب حالا اضافه منیم رشته اضافه میشه اول تا این کمک تفت بخوره، سپس هم میزنین هم خوب مرتب، چرا که یک دست طلایی بشه وگرنه یکیش به حالت خمیر میمونه یکیش هم خشک میشه. آره خب رشته ما کاملا زرد شد، یک دست آماده شد مثل سنگوری. حالا اضافه منیم برنج. آره مقداری لازم نمک میرزین. آره اینو باید یه مقداری دوباره برنج تفت بدین، چرا که این دمپخت له میشه. سپس الان آب اضافه میکنیم، آب جوش. آره اینم از آب جوششون. آب جوش به حد اضافه میکن که یک بند انگشت از آب بیاد بالا، بعد به مالت میذارید تا کاملا بپزه.
و الان میذارین دریچه دیگه بعد بمونه تا که کاملا بپزه. خب فعلا همه اینا رو گاز در حال پزیدن است. ما منتظر بمانیم تا که آماده بشه و سپس مصرفش کنیم. تا ویدیوی بعد ما را دنبال کنین. زرشکم داخلش مرزیم و بعد یک کمی زرد رنگ شوه تفت بخوره و زعفران هم اضافه میکنی مثل که خوش رنگ بره. حالا مرزم رو برنج ماند. واو، این بود غذای امروزی ما. اوکی، اینم زرشک و زعفرانی ما که الان تقریبا خیلی خوب. حالا موقع نهارخوری است. واقعا گشنه شدیم بدجوری بعد از اینکه کلی کار کرد. عجب مرغ شده ماشی. وای 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 وای، خوردن داره واقعا دیگه. مرغ که با آدم میخنده. خب این بود نهار امروز ما دوستان محترم. دیگه ما چی مشکلاتی آماده کردیم و وقتی ما کم بود و خلاصه دیگه همین است بس.